درود. یه شب دیگه از راه رسید و یه داستان جدید دیگه. امشب میخوام براتون داستان یک مادر اثر هانس کریستیان اندرسون رو براتون تعریف کنم. مادر کنار بچه کوچکش نشست. خیلی قصه میخورد. میترسید بچهش بمیره. رنگ از صورت کوچولوی کودک پریده و چشمهاش بسته بود. نفس میزد. گاهی اونقدر عمیق نفس میکشید که انگار داره آه میکشه. و بعد مادرش با نگرانی بیشتری به کوچولوش نگاه میکرد. در این هنگام کسی در زد و پیرمرد فقیری وارد خانه شد. پیرمرد برای اینکه گرمش بشه شعله‌ای بزرگی مثل پارچه دور اسب‌ها دور خودش پیچیده بود. واقعا هم به اون احتیاج داشت، چون زمستون سردی بود و بیرون روی همه چیز رو برف و یخ پوشونده بود. هوا اونقدر سوز داشت که روی صورت آدم تیغ میکشید. وقتی پیرمرد از سرما میلرزید بچه لحظه آروم گرفت. مادر رفت و کمی آبجو برای پیرمرد در ظرف کوچک ریخت و روی اجاق بخاری دیواری گذاشت تا گرم بشه. پیرمرد نشست و گهواره رو تکون داد. مادر کنار پیرمرد روی صندلی کهنش نشست. به کودک بیمارش که به زور نفس میکشید نگاه کرد و دست کوچیکش رو در دست گرفت. از پیرمرد پرسید: فکر میکنید من این دست رو تو دستم بگیرم؟ یعنی خدای مهربون اون رو از من نمیگیره؟ پیرمرد که همون مرگ بود سرش رو جور عجیبی تکون داد، طوری که معنیش هم بله و هم نه بود. مادر سرش رو پایین انداخت و اشک بر گونه هاش جاری شد. بعد سرش سنگین شد، چون 3 شب و 3 روز بود که چشم روی هم نگذاشته بود. اما فقط برای 1 دقیقه خوابش برد. بعد از خواب پرید، از سرما لرزید، از خودش پرسید: چی بود؟ دور و برش رو نگاه کرد. پیرمرد رفته بود، بچه‌ش هم نبود. پیرمرد بچه‌ش رو برده بود. ساعت قدیمی گوشه اتاق وزوز و ورور میکرد. ساعت مثل وزنه سربی سنگین تالاپی کف اتاق پرت شد و از نفس افتاد. مادر گریه کنون از خونه بیرون دوید. روی برف زنی سیاه‌پوش با لباسهای بلند نشسته بود. گفت: مرگ در اتاق کنارت نشسته بود. دیدمش که داشت با بچه تندی میرفت. از باد هم تندتر میرفت. چیزی رو هم که برده دیگه هیچ وقت بر نمیگردونه. مادر گفت: فقط بگو از کدوم طرف رفت. فقط راه رو نشون بده، خودم پیداش میکنم. زن سیاه‌پوش گفت: من اون رو خوب میشناسم، اما قبل از این که بگم از کدوم طرف رفت تو باید همه آوازهایی رو که برای بچت میخونی برام بخونی. من عاشق اون آوازها هستم. البته قبلا همه اونها رو شنیدم. من شب هستم و وقتی اون آوازها رو میخوندی اشکهات رو میدیدم. مادر گفت: میخونم، همه رو برات میخونم، اما بذار برم، شاید به اون برسم، بچه‌مو پیدا کنم. اما شب لال و بی حرکت نشسته بود. این بود که مادر با بیتابی دستاش رو به هم فشرد و آواز خوند و گریه کرد. هرچی بیشتر میخوند بیشتر گریه میکرد. بعد شب گفت: طرف راستت رو بگیر و برو توی جنگل کاج تاریک، چون دیدم مرگ با بچت از اون راه میرفت. در اعماق جنگل یک دوراهی بود، اما مادر نمیدونست از کدوم طرف بره. در اونجا یک درختچه آلوی جنگلی بود. روی شاخه‌هاش نه برگی بود و نه شکوفه‌ای، چون زمستون سردی بود و از شاخه‌های درختچه قندیل آویزون بود. مادر از درختچه پرسید: مرگ رو با یه بچه ندیدی از این طرف ها رد بشه؟ درختچه گفت:
چرا؟ دیدم. اما تا مرا با سینه‌ات گرم نکنی نمیگویم از کدام طرف رفت. من دارم اینجا از سرما یخ میزنم و میمیرم. مادر درخچه رو تنگ به سینش فشرد تا خوب گرم بشه. خارهای درخچه در تنش فرو رفتن و خون زیادی از سینش بیرون زد. اما از شاخه های درخچه برگ های سبز و تازه‌ای رویید و درخچه در شب زمستانی و تاریک شکوفه داد. آری، قلب مادر دل شکسته انقدر گرمه. بعد درخچه به مادر گفت که از کدوم طرف بره. کمی بعد مادر به دریاچه‌ای رسید که در اون کشتی و قایقی نبود. روی دریاچه نه به طور کامل یخ بسته بود و نه کامل روباز بود. برای همین مادر نمیتونست از روی یخها عبور کنه و نه اینکه به آب بزنه و از دریاچه بگذره. اما اون باید برای پیدا کردن بچهش هر طوری بود از دریاچه میگذشت و روی زمین دراز کشید تا آب دریاچه رو بنوشه. البته محال کسی بتونه این کار رو بکنه، اما مادر دل شکسته فکر کرد شاید معجزه اتفاق بیفته. دریاچه گفت محاله بتونی، ولی بیا با هم معامله کنیم. من عاشق مرواریدم. چشمای تو هم شفاف ترین مرواریدهایی هستن که تا حالا دیدم. اگر گریه کنی و اونها رو در من بندازی، تو رو به گلخونه بزرگی میبرم که مرگ در اون زندگی میکنه و درخت میکاره و گل پرورش میده. هر کدوم از گیاهای گلخونه زندگی یک آدمه. مادر غم دیده گفت باید چه چیزایی به خاطر بچم از دست بدم. بعد باز هم گریه کرد و چشمهاش در دریاچه افتاد و به اعماق اون رفت و تبدیل به 2 مروارید قیمتی شد. دریاچه هم اون رو بلند کرد و مثل اینکه روی تاب نشسته باشه به ساحل آن سوی دریاچه برد. جایی که در اون خونه عجیب دیده میشد که کیلومترها مساحت داشت. خونه طوری بود که کسی نمیتونست بگه که کوهستانی با غارها و جنگل‌های زیاده یا یک بنا. اما مادر بیچاره اصلا نمیتونست ببینه، چون از شدت گریه چشمهاش در اومده بودن. پرسید حالا مرگ رو که با بچه کوچکم فرار کرده کجا پیدا کنم؟ پیرزنی سپیدمو که داشت در گلخونه مرگ میگشت و از اون مواظبت میکرد گفت مرگ هنوز نیومده، اما تو چطوری اومدی اینجا؟ کی کمکت کرد؟ مادر جواب داد خدای مهربون کمکم کرد. خداوند مهربونه، شما هم مهربونید. بچه کوچولوم کجاست؟ پیرزن گفت نمیدونم. تازه تو هم نمیتونی ببینی. امشب خیلی از درختها و گلها خشک و پژمرده شدن. مرگ هم به زودی میاد و اونها رو در میاره تا نشا کنه. میدونی که همه آدم‌ها یک درخت یا گل زندگی دارن. اونها هم مثل گیاهای دیگه هستن. فقط قلبشون میتپه. قلب بچه ها هم میتپه. فکر کن شاید بتونی تپش قلب بچت رو تشخیص بدی، اما اگر من به تو بگم چی کار باید بکنی، در عوض به من چه میدی؟ مادر غمدیده گفت من دیگه چیزی ندارم که به تو بدم، اما حاضرم به خاطر تا اون سر دنیا هم برم. پیرزن گفت من اونجا کاری ندارم، اما میتونی موهای مشکی و بلندت رو به من بدی. موهات خیلی قشنگن و من از اونا خوشم میاد. میتونی به جاش موهای سپید منو بگیری. مادر پرسید چیز دیگه ای نمیخوای؟ با کمال میل میدم. و موهای زیباش رو به پیرزن داد و به جاش موهای سپید اون رو گرفت. بعد با هم به گلخونه بزرگ مرگ رفتند، جایی که گلها و درختها طور عجیبی در هم تنیده بودند. اونجا سنبل‌های قشنگ زیر جام گلها رویده بود. بعضی از گیاهان کاملا شاداب و سرزنده و بعضی قدری پژمرده بودند. چون مارهای آبی
دورشون پیچیده و خرچنگ‌های سیاه و سفت به ساقه هاشون چسبیده بودن. اونجا درخت‌های نخل با شکوه، بلوط، بارهنگ، جعفری و آویشن‌های شاداب هم بود. هر درخت یا گلی اسمی داشت و هر کدوم زندگی آدمی بود. آدم‌هایی که هنوز زنده بودند و هر کدوم در یک جای دنیا زندگی می‌کردند. یکی در چین زندگی می‌کرد و دیگری در گرینلند. در اونجا درخت‌های بزرگی هم بودند که ریشه اونها در گلدون‌های کوچک بود. برای همین درخت‌ها خیلی به هم فشرده بودند و کم مونده بود گلدون‌هاشون بترکن. گل‌های کوچولو و کمبونی هم زیاد بودند که اونها رو در زمین‌های حاصلخیز کاشته بودند. دور و بر گل‌ها رو خزه‌هایی گرفته بودند که از اونها مواظبت و مراقبت می‌کردند. مادر قصه‌دار روی همه نهال‌های کوچک خم شد و به قلب انسانی آنها گوش کرد. و بعد صدای قلب بچه کوچکش رو بین میلیون‌ها نهال شناخت. داد زد خودشه و دستش رو به طرف گل زعفرون دراز کرد که کاملاً بیرنگ و رو و بیحال و خمیده بود. پیرزن گفت به گل دست نزن، همینجا باش و وقتی مرگ اومد، چون هر لحظه ممکنه سر برسه، نذار این نهال رو از زمین دراره. تهدیدش کن که اگر این کارو بکنه تو هم گیاهای دیگر رو از زمین بیرون میکشی. اون هم میترسه، چون اون باید برای تک تک اونها حساب پس بده. تا وقتی خدا به او فرمان نداده نباید هیچ کدوم از جاشون در بیان. ناگهان هوای بسیار سردی در گلخونه شروع به وزیدن کرد و مادر نابینا حس کرد که مرگ از راه رسیده. مرگ گفت چطوری اینجا رو پیدا کردی؟ چطوری زودتر از من اینجا رسیدی؟ مادر گفت من مادر هستم. مرگ دست بلندش رو به طرف گل کوچیک و بیحال دراز کرد، اما مادر دستاش رو دور گل حلقه کرد و اون رو محکم نگه داشت. در اون حال با نگرانی زیاد مراقب گل بود تا مبادا دست مرگ به یکی از برگ‌های اون برسه، اما نفس سرد مرگ به دست‌های اون خورد و مادر احساس کرد که اون نفس سردتر از سوز سرماست. برای همین دست‌هاش بی‌حس شدن و افتادن. مرگ گفت تو در برابر من هیچ کاری نمیتونی بکنی. مادر گفت اما خدای مهربان میتونه. مرگ گفت من فقط فرمان خدا رو اجرا میکنم. من باغبان اون هستم. من همه درختها و گلهای اون رو در میارم و در باغهای بزرگ بهشت و ملک ناشناخته اون نشان میکنم. اما به تو نمیگم که اونها اونجا چطور شکوفا میشن و اونجا چه جور جاییه. مادر التماس و گریه کرد. گفت بچم رو به من پس بده. بعد ناگهان شاخه های دو گل زیبا رو با دو دست چسبید و به مرگ فریاد زد منم همه گل ها تو از جا میکنم، چون دیگه حسابی ناامید هستم. مرگ گفت به اونها دست نزن. تو میگی که خیلی قصه داری، ولی حالا میخوای مادر دیگری رو هم مثل خودت قصه دار کنی. مادر بیچاره گفت یه مادر دیگه؟ و گلها رو ول کرد. مرگ گفت بیا چشمهات رو بگیر. من اونها رو از دریاچه صید کردم. توی دریاچه واقعاً برق میزدن. البته نمیدونستم اونها چشمهای تو هستن. بگیرشون. شفافتر از قبل شدن. بگیر و بعدش خوب توی چاه عمیق بغل دستت رو نگاه کن. من اسم گلهایی رو که تو میخواستی از جا درشون بیاری میگم تا خودت ببینی که چه گلهایی رو میخواستی ناکام و نابود کنی. مادر خوب آب توی چاه رو نگاه کرد و از اینکه دید چگونه یکی از گلها در جهان خوشبخته و تا چه حد باعث شادی و خوشحالی اطرافیانش شده خوشحال شد. بعد زندگی گل دیگری رو در آب ته چاه تماشا کرد. زندگی گل دیگری سراسر غم و غصه و فقر و بدبختی و مصیبت بود. مرگ گفت هر دو هم خواست خداست. مادر پرسید کدوم گل؟ گل خوشبختی و کدوم گل؟ گل بدبختیه؟ مرگ گفت این رو نمیتونم بگم،
ولی همینقدر میگم که یکی از اونها گل زندگی بچه توه. تو سرنوشت بچت رو دیدی، آینده بچه خودت رو. مادر از ترس جیغ بلندی کشید. پرسید گل بچه من کدوم یکیه؟ بگو. بچه معصوم منو خلاص کن. بچه منو از بدبختی ها نجات بده. اصلا بهتره اونو ببری. بچه‌مو ببر به ملک خدا. به اشک‌ها و التماسهای من اهمیت نده. به کارهایی که من تا به حال کردم اهمیتی نده. مرگ گفت منظورت رو نمیفهمم. بالاخره میخوای بچت رو پس بگیری یا ببرمش به جایی که نمیشناسی؟ مادر از بیتابی دستاش رو به هم فشرد، بعد زانو زد و با خدای مهربان راز و نیاز کرد و گفت وقتی من برخلاف خواسته تو دعا می کنم به حرفام گوش نده. خواسته تو همیشه از هر چیزی بهتره. به حرفام گوش نده. به حرفام گوش نده. و سرش رو روی سینش پایین آورد. آنگاه مرگ با کودک او به سرزمین ناشناخته رفت. امیدوارم که امشب از این داستان لذت برده باشید و آرزو میکنم خوابهای زیبایی ببینید.